اگه بلایی سرمون میاد ما که از اولیاء الله نیستیم که. اولیاء الله با بلا ارتقا میگیرن، ما با بلا چاله چوله‌هامون پر میشه. به ما کسبت اید الناسه، یعنی اگر یه بلایی سرت میاد درسته کفاره گناهات هست، اما حتما یه غلطی هم کرد، برو بگرد پیداش. بلایی که سر من و تو میاد با بلایی که سر حضرت زینب سلام الله علیها میاد متفاوته. در ایشون ارتقاء درجاتشون روز به روز بیشتر میشه. تو نمازم بعد چی میگیم ورفع، بعد تشهد ورفع درجته، روز به روز بر درجاتش بیافزایه. اون الله که بی نهایته، روز به روز بیشتر بشه. این طرف برای من و شما چیه؟ آره کفاره کنم. اون پیرمرده نبود رفت و نوای سنگکی، بعد یه نفر یه سنگ داغ و گذاشت کف دستش، یه لحظه اومد بندازه نگهش داشت. اون پسره که این کارو کرده بود جوونه خجالت کشید، نه دیدی نگهش داشت، اصلا حاجی ببخشید فلان، گفت نه، گفت خدا شاده 18 سالم بود همین کارو با یه پیرمرد کردم تو وایس. هیچ چیزی دور ریخته نمیشه. انقدر این تجربه شدنیه که بشر امروز اسمش گذاشتش. چی میگمش؟ باریکلا. والله مثلا مشکلت با اسمشه؟ چه کارما بگی خارجکی خوبه؟ بگی اول پس به کمرت بزنه بده؟ همونه. با هر دست بدی با همون دست میگیری. همونه. خب سوالا در مسئلهش داریم. The knowledge is power. اونش توانا بود که دانا بود چیش. اینقدر شلوغش میکنی. سال‌هاست ما شعرشو داریم تو فرهنگمون هست. یارو فهمیده یه قضایایی هست تو این بالا، نمیدونم اسمش چیه، حاضر نیست بگه عالم معنا، یه کائنات، ماه و خورشید به تو چیزی میدن، عقل داری حرف چیه؟ فهمیده یه اراده دیگری وجود دارد، بس که سرتقه نمیخواد مثلا مشکل تو با اسمشه باشه، مثلا الله باید بگو خدا، مشکل چیه؟ چه آدم باید لجباز باشه؟